برای خرید خونه چه هزینه هایی رو باید در نظر بگیریم؟ سلام، من آنیتا هستم از ایالت نیوجرسی و امروز در مورد خرید خونه و اینکه چه هزینه هایی رو برای خرید خونه باید در نظر بگیریم صحبت میکنم. شاید شنیده باشید که برای خرید خونه توی امریکا کافیه 20%، بعضیا میگن 5% و حتی 3% هزینه خونه رو اگه داشته باشید میتونید خونه بخرید. تا اینجا درسته، شما این مقدار رو لازم دارید که پیش پرداخت خونه رو بدید. ولی به غیر از این مخارج دیگه‌ای هم در کنارش هستن که بهشون کلوزینگ کاست میگیم. من اینجا توی این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم که کلوزینگ کاست شامل چه چیزهایی میشه، حدوداً چقدره و کی باید پرداخت بشه. یک قسمت از کلوزینگ کاست شما هزینه های وام هست. اگر خونه ای رو که میخواید بخرید به صورت نقد دارید میخرید و هیچ وامی رو نمیخواید دریافت کنید، این هزینه رو ندارید. ولی اگر که اپلای میکنید برای وام و قسمتی از پول خونه رو به صورت وام پرداخت میکنید، این هزینه وام رو باید پرداخت کنید. یه هزینه های کوچیکی مثل پروسسینگ فی، آندررایتینگ فی، کردیت چک فی و این چیزای کوچولو هست و یه مقدار هزینه های بزرگتر مثل اپریزال فی که اینها رو شما پرداخت میکنید. اپریزال فی پولی هستش که به یه اپریزر میدید که خونه شما رو، قیمت خونتون رو ارزیابی کنند که این به عهده شما هست. پس اگه وام دارید یه مقدار هزینه برای وامتون باید در نظر بگیرید. اون مورگیج کامپانی میتونه به صورت دقیق به شما بده چه هزینه هایی شما برای وامتون پرداخت میکنید. هزینه دیگه که باید در کلوزینگ پرداخت بکنید و جزئی از کلوزینگ کاست شما میشه هزینه بیمه خونه هست. مورگیج کامپانی ازتون میخواد که خونه رو حتما بیمه کنید. حالا بنا به اینکه تو چه منطقه خونه وجود داره، تو چه منطقه آب و هوایی وجود داره، ممکنه که ازتون بخوان که بیمه های مختلفی برای خونه مثل بیمه آتش سوزی، بیمه سیل و آب گرفتگی، بیمه زلزله، باید یه بیمه معتبر حداقل برای 1 سال برای خونتون بخرید که هزینه‌ش رو در روز کلوزینگ پرداخت میکنید. بخش دیگه از کلوزینگ کاست شما مربوط به تایتل کامپانی هست و هزینه هایی که پرداخت میکنید برای تایتل سرچ و تایتل اینشورنس. تایتل سرچ اونیه که تایتل کامپانی سند خونه شما رو چک میکنه، مالکیتش رو چک میکنه و اینکه ببینه خونه گروه چه وام هایی هست و مطمئن میشه که همه وام های خونه پرداخت بشه قبل از کلوزینگ توسط فروشنده. و تایتل اینشورنس یه اینشورنسی هست که شما پرداخت میکنید که اگر کسی در آینده ادعای مالکیت کرد یا ادعای این کرد که خونه در گرو بوده، این شما رو محافظت میکنه. پس بخش بزرگی از قسمت کلوزینگ کاست شما همین تایتل سرچ و تایتل اینشورنس هست. قسمت دیگه از کلوزینگ کاست پریپید اینترست هست. این مقدار زیادی نیست و خیلی وقتها توضیحی در موردش داده نمیشه ولی پرداختش میکنید. حالا این به چه صورت هست؟ فرض کنید شما خونه رو 12 این ماه خریدید، مثلا 12 می خریدید و اولین قسط وامتون از اول جون هست. شما 18 روز از 12 ماه تا آخر ماه می تا آخر ماه می توی این خونه زندگی کردید، پس باید سود وام رو پرداخت کنید. این سود وام 18 روز رو به عنوان پریپید اینترست در کلوزینگ باید پرداخت کنید. پس این هم یکی از هزینه‌های کوچک دیگه کلوزینگ. مورد دیگه‌ای که باید در روز کلوزینگ به عنوان کلوزینگ کاست پرداخت بکنید مبلغی هست که به اسکرو اکانتتون واریز میکنید. اسکرو اکانت چیه؟ بانک یا همون مورگیج کامپانی علاوه بر این که ماهیانه اقساط شما رو میگیره و جمع آوری میکنه، یک مقدار اضافه میگیره برای مالیات یا اینشورنس سال آینده که در اون اسکرو اکانت جمع میکنه تا به موقعش پرداخت بکنه. وقتی که اول اون اسکرو اکانت رو باز میکنه خالی هستش و ممکنه مثلا ماه آینده موقعی باشه که باید پراپرتی تکس رو پرداخت بکنه، بنابراین میاد مال 2-3 ماه رو جلوتر از شما میگیره
توی اون حساب نگه میداره تا به موقعش پرداخت کنه. یه سری هزینه‌های دیگه هم موقع کلوزینگ دارین که بستگی باز به محل زندگیتون و اینکه چه نوع خونه‌ای داشته باشین داره. مثلا فرض کنید که یه کاندومینیوم یا یه تاون هاوسی دارید که توی یک مجموعه با HOA هستش. خب مبلغی بابت HOA باید بدید. بعضی وقتا HOA ها شما رو برای وان تایم فی چارج دارن که باید پرداخت کنید و مربوط به اون مجموعه میشه، مخصوص اون ملکی هست که شما میخرید که اینها رو هم باز این ادوانس باید مورگیج کامپانی بهتون بگه راجع به این خونه این مخارج رو دارید که باید در روز کلوزینگ پرداخت بکنید. یه سری مبلغ‌های دیگه هستند. مثلا فرض کنید که شما خونه رو در وسط سال می‌خرید و اگه فروشنده تا آخر سال مثلا این مالیاتش رو پرداخت کرده باشه، شما مثلا حساب میکنه تایتل کامپانی که از این ماه تا این ماه رو که اون زندگی کرده مال خودشه، از این ماه تا آخر سال رو که شما دارید زندگی میکنید مربوط به شماست، پس اون هزینه نصف سال رو باید به فروشنده پس بدید. یا مثلا یوتیلیتی، مثلا آب، برق، گاز، ممکنه به همین صورت آخر ماه فروشنده پرداخت کرده باشه، شما وسط ماه 4 روز مونده به آخر ماه برسید و یا پول اون 4 روز یا فقط پول 15 روز رو به فروشنده پرداخت کنید که اگر آردی پرداخت کرده باشه. و بعضی وقتا هم برعکس هست، مثلا مال ماه قبل رو پرداخت کرده، مال این ماه رو باید آخر ماه پرداخت کنن که شما باید پرداخت کنین. میان حساب میکنن و میگن که در پایان این ماه مثلا خریدار باید انقدر بابت برق، انقدر بابت گاز بده و 4 روزش رو مثلا فروشنده زندگی کرده، بقیه روزهاش 26 روزش رو خریدار، پس پول اون 4 روز رو فروشنده به خریدار میگه. یه مقدار اینجا بسته حسابای دقیق داره، یا مثلا میان از اداره برق تماس میگیرن، بیان کنتور برق و روز کلوزینگ بخونن که بدونن تا چه مقدار باید فروشنده پرداخت کنه و چه مقدار خریدار پرداخت بکنه، که اینها اگر که فروشنده پرداخت کرده باشه، خریدار که شما باشین باید در روز کلوزینگ حسابتون رو باهاشون صاف کنید. به غیر از این هزینه ها، اگر که شما از وکیل استفاده کردین یا هزینه برای وکیل دارین که بنا به شرایط وکیل یا در کلوزینگ پرداخت میکنید یا در طول زمانی که به کلوزینگ برسین، اینسپکشن بود که باید اینسپکشن رو جدا پرداخت میکردین و هزینه هایی که مثلا بستگی داره که چند تا اینسپکشن انجام دادید، چه چیزایی استفاده کردید و به طور کلی و تقریبی اینها هزینه هایی هست که به علاوه پیش پرداخت 3%، 5% یا 20% شما باید برای خرید خونه پرداخت کنید. نکته مهم میخوام بهتون بگم که حتما از لون آفیسرتون و یا مورگیج کامپانی بخواید که قبل از اینکه وارد قرارداد بشید، با توجه به خونه ای رو که مثلا حالا آفرتون قبول شده، ازشون بخواین که این کاست شیت یا دیتیل هزینه ها رو بهتون به صورت هرچه تقریبی هم باشه حتی بهتون بدن تا بتونید براش پلن کنید و آماده باشید که غافلگیر نشید. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم که نکات این ویدیو بتونه بهتون کمک کنید که برای خرید خونه برنامه ریزی کنید و آماده باشید. اگه به خرید یا فروش خونه فکر میکنین و به دنبال مشاوری هستین که مرحله به مرحله در کنارتون باشه، با من تماس بگیرید یا سوالاتتون رو برام بفرستید. خوشحال میشم بتونم کمک کنم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.